ابن القیم رحمه الله تعالی فایده های ذکر را بیان کرده می فرماید که یکی از فایده های ذکر این است که ذکر الله سبحانه و تعالی آسان ترین عبادت ها و در عین حال باشد بزرگترین و افضل ترین آنها به حساب می رود. ذکر الله درخت بهشت است. پاداشش ثواب فضلی که به ذکر الله به دست می آرد به دیگر عملها به دست نخواهد آمد. و همیشه و بر دوام ذکر کردن پروردگار با ایسی فراموش نکردن بنده پروردگارش را می گردد. ذکر پروردگار از برای بنده در دنیا و قبر و آخرتش نور می گردد. ذکر الله برابر ثواب آزاد کردن برده و نفقه کردن در راه الله سبحانه و تعالی اجر و پاداش را دارد. ذکر الله سبحانه و تعالی اساس شکر نعمت های پروردگار است. پس هر کی ذکر نکند شکر نعمت الله سبحانه و تعالی را به جا نآورده است. مکرمترین بندگان در نزد پروردگار آن کسانی اند که همیشه زبان آنها با ذکر الله سبحانه و تعالی تر است و قلب بنده یک سختی دارد که بجز به ذکر الله سبحانه و تعالی چیز آن را آب نخواهد کرد. ذکر الله شفا و دعوای قلب است که همچنان که غفلت و ناآگاهی بیماری آن است، پس قلبهای بیمار شفا و دعوایش این ذکر پروردگار است. و چیز از ذکر الله سبحانه و تعالی دیده نعمتهای پروردگار را جلب و عذابش را دور نمی سازد. ذکر الله باعث درود فرستاندن پروردگار و فرشتگانش بر ذکر کننده می گردد. و هر کی خواهد اگر در دنیا در باغهای بهشت سکونت و زندگی نماید، پس باید مجلس ها و حلقه های ذکر را برای خود وطن قرار دهد و تمام عمل ها برای برپا کننده ذکر الله جایز گردیده اند. بهترین اهل همه عمل ها شخصانی هستند که بیشتر ذکر یاد الله را می کنند و بر دوام همیشه یاد و ذکر پروردگار کردند. این جایگزین تمام نافله ها چی بدنی باشد چی مالی قرار می گیرد. و ذکر الله بزرگترین مددگار و یاری رسان بنده برای اجرای طاعت پروردگار است. ذکر یاد پروردگار دشواری و مشکلی و مشقت ها را برطرف ساخته یا آن را آسان می گرداند. ذکر الله تمام ترس های دل را می رباید و عمل کنندگان از برای آخرت در میدان مسابقه باشند و ذکر کنندگان پیشگامی ایشان بود و خانه های بهشت باشد با تمام باغ و زیباییش با ذکر الله سبحانه و تعالی بنا می گردد. چون فرد از ذکر الله سبحانه و تعالی باز ایستاد، بنا گردیدن خانه ها نیز توقف شود. ذکر الله مانع این بنده از عذاب دوزخ می گردد. فرشتگان الله برای ذکر کننده طلب آمرزش می طلبند، همچنان که برای توبه کننده ها نیز آمرزش می طلبند. و تمام زمین ها و کوه ها و سنگ ها فخر بر آنند که ذکر کننده ها در بالای آنها قرار دارند. ذکر الله بنده را از نفاق در امان نگاه می دارد
زیرا منافقان پروردگارا چی بسا کم ذکر و یاد می کنند و ذکر و حمد و ستایش پروردگار باعث قبول شدن دعای بندگان می گردد و بهترین ذکر این با دل و زبان است. این چنین ذکر تنها با دل و زبان هم می باشد و بهترین نمودهای ذکر این تلاوت قرآن است، سپس تسبیح گفتن سبحان الله و تحلیل لا اله الا الله و سپاس ستایش پروردگار کردند. قلبها از خواب غفلت بیدار می گردد با ذکر پروردگار. ذکر الله اولی همه کار هاست. شخص در ذکر برایش باز شود، بیشک هر آینه دری از بسوی الله سبحانه و تعالی برایش باز خواهد گردید و همیشه بردوام در راه، در کوچه، در خانه، در زمین، در هر جایی که باشد انسان ذکر پروردگارش یاد کند، این باعث زیاد گردیدن گواهان می گردد. در روز قیامت برای ذکر کننده ها گواهی خواهد شد که در دل خالگی و نیازمندی است که بجز به ذکر الله سبحانه و تعالی دیگر چیز آن را پر نخواهد کرد. و ذکر در میان عملهای صالح و نیکو لذت بزرگی دارد که یگان لذت همانند آن نمی باشد. سبحانك اللهم و بحمدك و اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه.